بنده مهسا روستایی هستم، مدیر مدرسه آفاق ویستا که 12 سال در زمینه مدیریت و آموزشی سابقه کار دارم. کارشناسی معماری دارم از دانشگاه سراسری تهران. دبستان آفاق ویستا از سال 1402 تأسیس شده و زیر نظر مجموعه و هلدینگ آموزشی ایران اروپا هست که از سال 1388 در زمینه زبان انگلیسی فعالیت میکنه. مدرسه آفاق ویستا مقطع پیش دبستانی تا ششم پسرانه هست و جدا از خدمات و هتلینگ 5 ستاره‌ای که ارائه میکنه در زمینه آموزشی هم خدمات نوین رو ارائه میکنه. سیستم آموزشی مدرسه ویستا بر مبنای سیستم آموزشی فنلاند هستش که بنابر سرفصل‌های مصوب آموزش پرورش توی قالب داستان محور و پروژه محور مطالب بچه‌ها تدریس میشه. جدا از سرفصل‌های اصلی مثل دروس ریاضی، فارسی، علوم و موارد دیگه، سوادهای ششگانه مصوب سازمان یونسکو هم توی مدرسه ما در قالب درس سواد مالی، سواد رسانه و دیجیتال و سواد عاطفی تدریس میشه. دبستان آفاق ویستا مزیت‌های زیادی داره، از جمله خدمات و هتلینگ 5 ستاره، ارائه سیستم آموزشی داستان محور و پروژه محور، حضور پزشک تمام وقت، روانشناس تمام وقت، کار کردن روی بحث زبان به صورت تخصصی زیر نظر مجموعه آموزشی ایران اروپا و خدمتتون عرض کنم سوادهای ششگانه‌ای که مصوب سازمان آموزش یونسکو هست جزو مزیت‌های دبستان آفاق ویستا محسوب میشه. دغدغه مدرسه ویستا جدای از بحث حالا خدماتی که ارائه میشه و سیستم آموزشی این که حال بچه‌ها خوب باشه. بچه‌ها بتونن با یک حال خوب توی محیط آرام با امکانات کافی از آموزش لذت ببرن. بنده از طریق ویدیوهایی که دیدم با مجموعه تیزلند آشنا شدم، خیلی لذت بردم. ویدیوهای خیلی کاملی بود و میتونست مدارس رو خیلی خوب و جامع معرفی بکنه. ما خودمونم با مجموعه تیزلند همکاری داریم. بنده بسیار از این همکاری لذت میبرم و رضایت دارم. من ممنون میشم که ما یک صفحه اختصاصی توی تیزلند داریم. نظرات، انتقادات، پیشنهاداتتون رو اونجا برای ما ثبت کنید. حتما پیگیر و پاسخگو خواهیم بود. هدف مدرسه ما نخبه پروری نیست. ما آموزش برامون خیلی اهمیت داره، ولی جدای از آموزش بحث مهارت آموزی و حال خوب بچه‌ها توی مدرسه آفاق ویستا برای ما خیلی حائز اهمیت هست. بنابراین در کنار دروس اصلی، دروس فوق برنامه برای بچه‌ها دیدیم و سعی کردیم با امکاناتی که به بچه‌ها ارائه می‌کنیم حال دلشون خوب باشه و بهترین آموزش رو بهشون ارائه بکنیم.